درود. مهمترین تفصیل خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان را در برنامه اطلاعاتی خبرهای روز مستقیما روی موج رادیوی موجی را میشنوید. امروز جمعه 28 اوگوست 2022 خبرهای این ساعت را از دوشنبه شروع میکنیم. در دوشنبه در قصر ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با نمایندگان کسب و کار گوناگون جایزه‌ها و عنوان‌های دولتی را سپرید. خبر می‌دهد خدمات مطبوعات سرور دولت. پیش از مراسم سپردن مکافات پرزیدنت همه حاضرین را با 29مین سالگرد استقلالیت جمهوری تبریک گفته و به حاضرین برای مهنت فداکارانه‌شان برای آبادانی و نیکو احوالی دولت اظهار تشکر کردند. در مجموع در این مراسم سرور دولت 70 نفر کارمندان ساحه علم و فرهنگ، تندرستی، استحصالات، خدمتچیان دولتی و صاحبکاران را برای دستاوردهای کسبی، رشد علم و فرهنگ با اردن‌ها، مدال‌ها، عنوان‌های فخری، مکافات‌ها و شهادتنامه‌های عالی دولتی سرفراز گردانیدند. قید کرده شد که سال 2020 نوابسته از وضع مرکب جهان تاثیر پاندمی کرونا ویروس به اقتصاد ملی برای تاجیکستان عزیزمان سال تاریخی و پیشروی در همه ساحه‌های حیات از جمله اقتصادیات، اجتماعیات، احیای هنرهای مردمی و رشد محل به شمار می‌رود. علاوه شده است که رشد کشور اینچنین به آن مربوط است که صاحبکاران وطنی وقت‌های اخیر در آبادانی کشور ساختمان انشاءات مهم اجتماعی برای مردم فعالانه شرکت ورزیدند. ادامه خبرها. سال تحصیل در دانشگاه‌های عالی روسیه از 1 سентябр آغاز می شود، اما تدبیرها عاید به حفظ اپیدمیولوژی از کرونا ویروس علیه تخته داده شده. در سال تحصیل 2020-2021 با دانشجویان خارجی که در دانشکده و دانشگاه‌های عالی روسیه تحصیل می‌کنند، تنها پس از قرنطینه 14 روزه و سپردن سنجش کرونا ویروس اجازه تحصیل داده می شود. خبر می‌دهد خبرگزاری میگرانت مدیا نقطه رو. اینچنین سرحد با کشورهای دانشجویان خارجی باید گشوده و ارتباط بین‌المللی برقرار شود. خارجی مجبور است تا لغو محدودیت‌ها طریق فاصله‌ای تحصیل کند. همین طریق دانشجویان خارجی تحصیل را از 1 سентябр به طور فاصله‌ای آغاز می‌کنند و وقتی گشوده شدن مرزها آنها می‌توانند با گذشتن از سنجش کرونا ویروس و حالت قرنطینه بعد تحصیل روزانه در دانشکده و دانشگاه‌های عالی روسیه آغاز کنند. طبق معلومات وزارت معارف و علم روسیه در سال تحصیل گذشته در روسیه تقریباً 300,000 دانشجویان خارجی اساساً از جمهوری‌های قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، چین، تاجیکستان، اوکراین، هندوستان، بلاروس، آذربایجان و قرقیزستان تحصیل می‌کردند. مهمترین تفصیل خبرهای این ساعته تاجیکستان و جهان را شما مستقیما میشنوید و بعد دوشنبه برمیگردیم. در جمهوری تاجیکستان از 1 سентябр سال روان روزانه ягона به قیدگیری رسمیوتی سادیرات، واریدات و ترانزیت و فعالیت شروع می‌کند. خبر می‌دهد خدمات گمرکی نزد حکومت کشور. قید کرده می شود که در تهیه سیستم تجربه جهانی استفاده نشده است و در نرم افزار 0 ملی است. گذشته از این خدمات گمرک تاکید می‌کند که این اولین چنین عملیات در بین کشورهای آسیای مرکزی است. علاوه می‌گردد که این سیستم گزارش کارگزاری را در به قیدگیری رسمیت صادرات، واردات و ترانزیت از کاغذ و رسانه‌های الکترونی در بر می‌گیرد. سیستم دسترسی به 22 اجازتنامه را از 11 مؤسسه و تشکیلات دولتی تامین می‌نماید. سیستم را کارخانه واحد دولتی مرکز равзанаи ягона که در نزد خدمات گمرک تأسیس شده است اداره می‌کند. در کنسپسیای تشکل равзанаи ягона آمده است که در کشور سیستم مرکب قسماً تکراری اجازتنامه‌دهی دولتی برای عملیات صادرات و واردات موجود است. اشتراکچیان تجارت بین‌المللی با مقصد رعایت قانونگذاری گمرکی جمهوری مجبورند به مقامات دولتی مقدار زیاد حجت‌ها و اطلاعات را پیشنهاد سازند. در این سند گفته می شود که اکثر وقت مقامات دولتی قاعده‌های خود را مقرر می‌کنند و شرایط خود را به میان می‌گذارند که این خراجات مالی وارد کنندگان و صادر کنندگان را زیاد می‌کند. در نتیجه آنها با نرخ گران مال‌ها و خدمات‌ها به استعمال کنندگان آخر را می‌رسانند. با مقصد ساده کردن سودای خارجی و کم کردن خراجات وارد کنندگان و صادر کنندگان قرار قبول کرده شد که مکانیزم روزانه یگانه جاری کرده شود.
شما برنامه اطلاعاتی خبرهای روز را مستقیما میشنوید و نظر به ازبکستان میکنیم. پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیۆєв روز پنجشنبه 27 آگوست سال روان فرمانی را در رابطه با یکی از عیدهای اساسی ملی روز استقلالیت بخشیده و استقلالیت ازبکستان امضا کرد. خبر میدهد خبرگزاری ملی اوزا. روز استقلالیت در ازبکستان 1 سентябр تشریح کرده می شود. در عرفه جشن استقلالیت 113 نفر شهروندان با فرمان عفو کرده شدند که برای صادر نمودن جنایت جزا را در جایهای محروم از آزادی ادا کرده ایستادند. این نفران از کارهای کردهشان صمیمانه توبه کردند و برای اصلاح قدم گذاشتند. گفته می شود در خبر اوزا. از عفو شدگان 5 نفر کره، 53 نفر شرطاً آزاد کرده می شوند. غیر از این مهلت جزا در نمود محروم ساختن برای 40 نفر کم کرده شده. جزای 15 نفر دیگر سبکتر کرده می شود. در بین عفو شدگان یک نفر از 60 سال بالا، 2 شهروند دولت خارجی، 105 نفر شهروندانی که در فعالیت سازمان‌های ممنوع شرکت ورزیدند داخل می باشند. شوکت میرزیۆєв ماه دکبر سال 2017 بار اول فرمانی را درباره عفو محکوم شدگان در ازبکستان به امضا رسانیده بود. تفصیل خبرهای تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید و به امریکا میرویم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونال ترامپ به طور رسمی راضی شد که برای دوره دوم پرزیدنتی از حزب جمهوری خواهان نامزد به مقام پرزیدنتی در انتخابات آینده شود. ریانوس از قول دونال ترامپ می‌نویسد: آمریکایی‌های عزیز من امروز با دل پر از منتداری و نیکبینی به پایان نامزدی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا را با احترام عمیق قبول می‌کنم. دونالد ترامپ در صورت از نو انتخاب شدنش وعده داده است که پس از پاندمی کرونا ویروس اقتصادیات را زود برقرار می‌کند و ایالات متحده به ابرقدرت استحصالی تبدیل خواهد شد. وی خود را با اندیشیدن چاره‌های سنگین‌ترین علیه چین اعتماد کرده وعده داده است که دیوار در مرز با مکزیک را به اتمام می‌رساند. ثروت کنونی آمریکا دموکرات‌ها را رادیکال نامیده است که طرز حیات آمریکا را خراب خواهند کرد و اینچنین ابراز اندیشه کرد که رقیب او جو بایدن قرنطینه کرونا ویروس را دوباره جاری می‌کند و با این به اقتصادیات ضربه می‌زند. انتخابات پرزیدنتی در ایالات متحده آمریکا روز 3 نوامبر برگزار شود که دونالد ترامپ و نایب پرزیدنت مایک پنس با نامزد دموکرات‌ها جو بایدن که در برابر نامزد و نایب پرزیدنت کامالا هریس رقابت می‌کنند. در برابر این نظرسنجی‌ها رهبری را به جو بایدن پیشگویی می‌کنند. و در آخر از امریکا به اوکراین می رویم. کیف به دلیل بحران سیاسی بلاروس همه تماس‌ها با مینسک را توقف کرد. در این باره وزیر کارهای خارجه اوکراین دمیتری کولبا در افیر شبکه تلویزیونی یک به یک خبر داد. وی تاکید کرد که حالا بین پرزیدنت‌ها تماس وجود ندارد و به نقشه گرفته نشده است. ما حالا واقعا همه روندها، همه تماس‌ها را با جانب بلاروس توقف دادیم. من این را رسما به شما گفته میتوانم. ما رشد وضع را نظارت کرده ایستادیم و تنها وقتی که ما اطمینان داشتیم که این تماس‌ها هیچگونه نخواهند داشت، هیچگونه تلفات سیاسی و معنوی برای اوکراین نیست، این تماس‌ها برقرار کرده میشود. علاوه داشته است وزیر کارهای خارجه اوکراین دمیتری کولبا. حالا برای ما مهم است که تاثیر روسیه بر رویدادهای بلاروس افزایش نیابد و به سینری قدرت تبدیل نشود. علاوه نموده است دمیتری کولبا. 17 آگوست وزارت کارهای خارجه اوکراین تغییرات کلی در مناسبات بلاروس و اوکراین را اعلام کرد و سفیر را برای ارزیابی دورنمای مناسبات بلاروس و اوکراین در واقعه‌های نو بازخواند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در شرح وضع بلاروس گفته است که اگر او در جای پرزیدنت کنونی بلاروس الکساندر لوکاشنکو می بود، پس از 1 ماه انتخابات نو و عادلانه را در زیر نظارت بین المللی برگزار می‌کرد. ولادیمیر زلنسکی برگزاری انتخابات پرزیدنتی در بلاروس را به مثل رهبران غرب شدیداً انتقاد نکرده است و اعتراف نکردن نتیجه‌های رسما اعلام شده این انتخابات را اعلان نکرد، اما اینچنین لوکاشنکو را بعد پیروزی
اعلان و پیروزیش تبریک نیز نکرد. مهمترین تفصیل خبرهای این ساعتهای تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیوی موجر شنیدید. سلامت باشید و در ساعتهای بعدی انتظار خبرهای نو باشید.